سلام، من نیما یزدی ام. این قسمت سوم از چگونه برنامه‌نویسی شایمه. تو این ویدیو می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم که برنامه‌نویسی شامل چه حوزه‌ای میشه. حوزه اولی که در موردش صحبت می‌کنیم اپلیکیشن‌های کاربردیه، نرم‌افزارهای مدیریت، حسابداری، فروش آنلاین، فروش شامل این دسته‌بندی میشن. مثالش هم بخوایم بزنیم میشه دیجیکالا و اسنپ فود و نرم‌افزار هولو، نرم‌افزارهای CRM. به طور کلی نرم افزارهایی که در یک طرف یک ادمین نشسته یک سری اطلاعات وارد کرده و در طرف دیگه یک سری یوزر دارن از اون اطلاعات استفاده میکنن. حوزه بعدی هوش مصنوعی و علوم داده هستش که یک سری اطلاعات خام به ما میده، اما با برنامه‌نویسی و ایجاد یک سری فانکشن میایم از اینها به یک سری تفسیر یا تصمیم میرسیم که تو بیزنس ما بهمون کمک میکنه. در موردش بیشتر صحبت میکنیم. حوزه بعدی میشه شبکه و سخت افزار و امنیت که از اسمش مشخصه دیگه. ما با استفاده از کدنویسی میایم سیستممون رو نسبت به نفوذ و هک و خطرات احتمالی ایمن میکنیم. حوزه بعدی میشه اینترنت اشیا. کارش چی هستش؟ زیاد تو ایران هنوز جا نیافتاده، خیلی تازه وارد شده، ولی کارش اینه که دیوایس‌های هوشمندی که ما داریم رو میتونه از طریق اینترنت به هم دیگه وصل بکنه و یه سری دستورات از پیش تعریف شده رو براشون رام بکنه یا یک سری تصمیم گیری‌ها رو براشون لحاظ بکنه. مثلا وقتی وارد خونه شدیم چراغ رو روشن بکنه، یا وقتی که ساعت 8 شب شد واسه ما آب پرتقال بگیره. حوزه بعدی میشه مدیریت داده که به ما کمک میکنه اطلاعاتمون رو به صورت طبقه بندی شده و معین طبق یه فرمت خاصی ذخیره بکنیم و از طرف دیگه بازیابیشون کنیم. کار اصلیش اینه که حواسش باشه که اطلاعات اشتباه ذخیره نشن و بهشون یه فرمت خاص بده و بیشتر میشه گفت مورد استفاده قرار میگیره توی حوزه‌های دیگه. و حوزه آخر میشه بازی سازی که یه سری گرافیک دیزاینر میخواد، یک سناریو احتیاج داره، یه موتور گرافیکی احتیاج داره و ما باید با برنامه‌نویسی بتونیم اون بازی رو بسازیم. مسلما هر کسی بخواد برنامه‌نویس بشه باید یکی از این حوزه‌ها رو انتخاب کنه. انتخاب شما چیه؟ اگر میخوای برنامه‌نویس شی و نمیدونی از کجا شروع کنی، این ویدیو برای توئه. اگر کسی رو میشناسی که میخواد برنامه‌نویس شه و نمیدونه از کجا شروع کنه، این ویدیو برای اونه. پس بفرست براش. مرسی.